سلام ARC، خوش اومدید به اولین ویدیو یوتیوب ما. این اولین ویدیویی که ما تو یوتیوب میذاریم، تو اینستاگرام هم میذاریم، منتها تو اینستا ریلز میشه دیگه، ویدیو نیست. تو یوتیوب هم شورتش میکنیم و پارتی میذاریم. خب قراره که این 206 رو ما مونتاژ کنیم، اسمبلش کنیم، یعنی اینکه چیز نیست. سلام ARC، خوش اومدید به اولین ویدیو یوتیوب ما. خب اینجا ما 206 داریم، میبینید. میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم این 206 رو مونتاژ کنیم. میخوایم از این درزا اینو ببریم، کاپوت واز شه، از در واز شه، صندوق باز شه، زیر صندوق اسپیکر باشه، زیر کاپوت موتور باشه، موتور به این راه داشته باشه و کلی چیزای دیگه. خب برای شروع و اینا فعلا کاری نداریم. اینو میتونیم سقفش شیشه‌ای کنیم، اینجا رو ببریم 206 پانوراما بشه، چون قشنگ میتونه باز دیگه. حالا بعدا روی اینم باید تو کاری نداره بریدنه. آره این میتونیم 206 پانوراماش اینجا ببریم. خب این واسه بعدش شاید آخر همین ویدیو. خب از اینجا شروع کنیم دیگه، ببریم و کار در بیاد. فقط زیر این چیز پیچا هست، زیر کاپوت. این دوتا که حالا عقب وصل میشه، اونم تو چراغه، همه چی تو همه چی. خب این اگه وا بکنیم فقط حالت بسته کاپوت داریم. باید این جلویی ها رو باید به یه چیز دیگه بس. اول دراشو شروع کنیم، دراش راحت تره. آره درا راحت تره، درا رو ببریم، چون اون یه ذره فکر میخواد، باید جای باید فکر کنیم ببینیم. خب با این تیر جراحی خیلی تیزن. در آوردیم. خب اینجاها یه سنباده کشی بکنیم و کار جمعه. در آوردیم براتون، اینقدرش نیازه. خب موشیده رو تموم شد، بهتون ادامه ویدیو رو میگیرم، یعنی باید بهش وصل. خب بچه همونطوری که میبینید ما این درش هم در آوردیم دیگه. الان دو درش رو در آوردیم، شیشش رو زدیم جا، شیشش هم در بیاریم. ما الان میام جلو، ما الان این در رو در آوردیم، این هم در آوردیم. من جفت در در اومده. در خفاشی میشه. اول میخواستم چیز بشه ولی خفاشیش خوشگل تره، اینجوری هم راحت تره هم خوشگل تره. در خفاشی میشه. سقفش هم که گفتم شیشه ای میکنه، این قشنگ خوراک شیشه ای کردن. تلقم آوردم واسه شیشه سقف. خب بریم. نازک میشه، ذره خطری.
اسم میکنم اینو از این ور ببریم با نور قشنگ تشخیص میدم. از اینجا میبریم. آره اینو از این ور میشه ببریم. کاترم میشه ببریم. اینجا خیلی خطرناکه، در بره میره تو چیز، میره اینجا رو میبره. ای بابا رفت تو دست ما دوباره. چقدر خون. خب خودش میگفت منو بشکن. از اینجا اینجوری سفیده توش. اینم پانای پردردسر. حالا صافکاریشو بکنیم. اینجا یه ای بابا اینجا یه قیچی میندازیم اینجا. Gece sensiz yatamam, seni baştan atar. خب میذاریم اینجا. تمیزش کنیم قشنگ. میذاریم اینجا. اینا میبندیم. خب بشیم و تموم شد. فقط یه ذره اینجا رو خب آقا این از اینجای کار تا اینجای کار این شکلی شد. خب احتمالا این ویدیو فردا میاد. من 29 ویدیو گرفتم، شما 30 ویدیو رو میبینید. و اینکه این درم واسه این ور اونور خفاشی قشنگ میشه. سقفم که پانا شد شیشه ای. این احتمالا تراشو مشکی کنم و اینم اینجوری شد. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم از این خوشتون اومده باشه. لایک، ساب و فعال کردن زنگوله فراموش نشه.